سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان گرامی چینل علمیزاده. وهاب علمیزاده هستم. در این ویدیو می خواهم برای شما دومین صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان لودویگ ایرهارد را معرفی کنم. از شما سپاسگزارم تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. لطفاً برای حمایت از ما چینل را سابسکرایب نموده و با فعالسازی زنگوله از تازه ترین گزارش ها، خبرها و ویدیوهای جدید ما و موقع آگاه شوید. لودویگ ایرهارد یکی از مهمترین چهره‌های سیاسی و اقتصادی آلمان در قرن بیستم بود. فردی که نام او با بازسازی اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم گره خورده است. او در 4 فوریه سال 1897 در شهر فوت آلمان متولد شد و در 5 می سال 1977 در شهر بون درگذشت. ایرهارد نه تنها یک سیاستمدار بلکه یک اقتصاددان با دیدگاه مشخص، فلسفه اقتصادی روشن بود. او از سال 1949 تا سال 1963 به عنوان وزیر اقتصاد آلمان غرب فعالیت کرد. دوره کشور در حال خروج از ویرانه‌های جنگ و تلاش برای بازسازی و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی خود بود. در همین دوران بود که پایه‌های تحویلی بزرگ و اقتصاد آلمان شکل گرفت. بسیاری از مورخان ایرهارد را پدر معجزه اقتصاد آلمان می‌دانند. اصطلاحی که به رشد سریع و چشمگیر اقتصادی آلمان غرب در دهه 1950 اشاره کرد. کارخانه‌ها دوباره فعال شدند، نرخ بیکاری‌ها کاهش یافت، صادرات افزایش پیدا کرد، استاندارد زندگی مردم به شکل محسوسی بهبود یافت. با این حال میزان سهم شخصی او در این موفقیت همچنان موضوع بحث و اختلاف نظر میان تحلیلگران است. برخی معتقدند عوامل خارجی مانند کمک‌های طرح مارشال نیز نقش تعیین کننده داشتند. اما آنچه جای تردید ندارد نقش محوری ایرهارد در معرفی و اجرای مفهوم اقتصاد بازار اجتماعی بود. این مدل اقتصادی ترکیب از بازار آزاد و حمایت‌های اجتماعی را پیشنهاد می‌کرد. در این سیستم رقابت و آزادی اقتصادی حفظ می‌شد. اما دولت نیز وظیفه دارد از اقشار آسیب پذیر حمایت کند و از ایجاد انحصار جلوگیری نماید. این رویکرد تعادل میان سرمایه‌دار و عدالت اجتماعی ایجاد کرد و یکی از ستون‌های اصلی ساختار اقتصادی جمهوری فدرال آلمان تبدیل شد. ایرهارد در سال 1963 به عنوان دومین صدراعظم آلمان غربی انتخاب شد و جانشین کنراد آدناور شد. دوران صدراعظمی او تا سال 1966 ادامه داشت. هرچند عملکرد اقتصادی او همچنان مورد توجه بود، اما در عرصه سیاسی با چالش‌های جدیدی مواجه شد. اختلافات درون حزبی و فشارهای اقتصادی جدید و تغییرات شرایط بین المللی باعث شدند دوران صدراعظمی‌اش کوتاه‌تر از دوره وزارتش باشد. از نظر شخصیتی ایرهارد فردی با اراده و مستقل و گاهی سرسخت توصیف می‌شد. او به باورهای اقتصادی خود پایبند بود و حتی در برابر انتقادهای شدید نیز موضوع خود را تغییر نمیداد. تصویری که بسیاری از مردم آلمان از او به یاد دارند، مردی با سیگار برگ در دست است. سیگار کشیدن یکی از ویژگی‌های نمادین و همیشگی او بود که بخشی از هویت عمومیش تبدیل شد. لودویگ ایرهارد تا پایان عمر خود در ایالت بایرن زندگی کرد. میراث او همچنان در ساختار اقتصادی آلمان مدرن قابل مشاهده است. اقتصاد بازار اجتماعی نه تنها در آلمان بلکه به عنوان الگو در بسیار از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت. در جمع‌بندی میتوان گفت لودویگ ایرهارد شخصیتی بود که در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ آلمان نقش آفرینی کرد. او در زمان مسئولیت اقتصادی کشور را بر عهده گرفت که آینده نامعلوم و شرایط دشوار بود.
تصمیم های او چه موافقانی داشته باشند و چه مخالفانی مسیر اقتصادی آلمان را برای دهه‌ها شکل دادند. نام او امروز با بازسازی، ثبات و رشد اقتصادی پیوند خورده است. شاید درباره میزان سهم دقیق او در معجزه اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما تأثیر او بر ساختار اقتصادی آلمان مدرن انکارناپذیر است. لودویگ اهارد نمونه از سیاستمداری است که اقتصاد را نه صرفاً برای ابزار قدرت بلکه وسیله برای ایجاد ثبات اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم می‌دانست.